سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که خیلی شایع اما خب کمتر کسی راحت راجبش صحبت میکنه. زگیل مقعدی. هدفمون اینه که با اطلاعات دقیق و علمی به همه سوالا و نگرانی‌های احتمالی شما جواب بدیم و یه راهنمای کاملا روشن و قابل اعتماد ارائه کنیم. خب، سوال اصلی همینه. این عارضه دقیقاً چیه؟ میدونم شاید حرف زدن در موردش یکم سخت باشه و کلی سوال تو ذهن آدم ایجاد کنه. ولی بیاید این تابو رو بشکنیم و با هم خیلی شفاف و علمی به جواب برسیم. برای شروع بریم سراغ تعریف دقیقش. زگیل مقعدی که اسم علمیش هم هست کندیلوما آکومونیاتا، در واقع یه سری زائده‌های گوشتی و خوشخیم هستن. کلمه کلیدی اینجاست، خوشخیم، یعنی تو اکثر موارد اصلاً سرطانی نیستن. دلیل اصلی به وجود اومدنشون هم یه ویروس خیلی رایج به اسم ویروس پاپیلومای انسانی یا همون HPV هست. و این شاید مهمترین نکته‌ای باشه که میخوام همین اول کار بدونید. این عدد بزرگ رو ببینید. بالای 90% این زگیل‌ها به خاطر انواع کم خطر و غیر سرطانی HPV به وجود میان. پس اولین و مهمترین کار اینه که نفس عمیق بکشیم و استرس بیجا رو بذاریم کنار. خب بریم سراغ بخش اول، ویروس عامل زگیل. اصلا ببینیم این HPV که میگن چیه؟ خب این ویروس HPV اصلا چی هست؟ اول از همه باید بدونید که فوق‌العاده شایع و بیشتر از 150 نوع مختلف داره. کارش اینه که به سلول‌های سطحی پوست حمله میکنه. فکرشو بکنید، از یه خراش خیلی ریز که اصلا نمیبینیدش وارد بدن میشه. اما نکته کلیدی و شاید عجیب ماجرا اینجاست. دوره نهفتگیش میتونه از چند هفته باشه تا حتی چندین سال. این یعنی چی؟ یعنی یه نفر ممکنه سالها قبل آلوده شده باشه و تازه الان علائمش رو ببینه. واسه همینه که پیدا کردن منبع عفونت تقریباً غیر ممکن. اینجا دیگه بحث خیلی جدی و مهم میشه. همونطور که میبینید همه انواع HPV مثل هم نیستن. کلاً 2 تا خانواده اصلی دارن: کم خطر و پرخطر. تیپ‌های کم خطر مثل 6 و 11 همونایی هستن که باعث همین زگیل‌های قابل مشاهده میشن، ولی خدا رو شکر ریسک سرطانشون خیلی پایینه. اما در مقابل تیپ‌های پرخطر مثل 16 و 18 داستانشون فرق میکنه. اینا معمولاً ضایعاتی ایجاد میکنن که با چشم دیده نمیشن، اما میتونن منجر به تغییرات پیش سرطانی بشن. پس فهمیدن این تفاوت واقعاً حیاتیه. حالا بریم سراغ بخش دوم، علائم و اینکه چرا خیلی وقتا با چیزای دیگه اشتباه گرفته میشه. خب علائمش چیه؟ معمولاً اولین چیزی که آدم متوجهش میشه خود همین زائده هاست، ولی چیزی که واقعاً کلافه میکنه اغلب یه خارش شدیده. به جز این ممکنه یکم خونریزی موقع تماس یا یه حس رطوبت دائمی هم وجود داشته باشه. یه نکته مهمم اینه که این زگیل‌ها معمولاً درد ندارن مگر اینکه یه جوری ملتهب بشن. و اما این جدول فوق‌العاده است، چون دقیقاً دست میذاره روی بزرگترین منبع سردرگمی. ببینید خیلی‌ها اینا رو با هموروئید یا اسکین تگ اشتباه میگیرن، چون خب همشون یه جا در میان، ولی علت و ماهیتشون زمین تا آسمون فرق داره. کلیدی ترین نکته اینجاست. زگیل به خاطر ویروس HPV به وجود میاد و به شدت واگیر داره. اما هموروئید و اسکین تگ اصلاً و ابداً مصری نیستن. همین یه نکته به نظرم کلی از نگرانی‌ها رو کم میکنه. خب حالا که اینقدر شبیه به هم هستن، پزشک‌ها چطور تشخیص قطعی میدن؟ بریم سراغ بخش سوم. وقتی پیش پزشک میرید این مراحل رو باید انتظار داشته باشید. اول از همه یه معاینه چشمی دقیق انجام میشه. بعدش برای اینکه مطمئن بشن داخل کانال مقعدم چیزی نیست، از یه وسیله لوله‌ای شکل کوچیک و چراغدار به اسم آنوسکوپ استفاده میکنن. اینجوری چیزی از قلم نمیفته. یه ترفند جالبم دارن. یه محلول مخصوص شبیه سرکه روی ناحیه میزنن که باعث میشه زگیل‌ها سفید بشن و خیلی راحت‌تر دیده بشن. و دیگه در موارد خیلی نادر اگه هنوز شکی وجود داشته باشه، یه نمونه برداری کوچیک یا همون بیوپسی تشخیص رو 100% قطعی میکنه. خب تشخیص داده شد. حالا راه حل چیه؟ بریم سراغ بخش 4 و درمان مدرن با لیزر. خیلی خوب، چرا میگن لیزر CO2 استاندارد طلایی درمانه؟ به خاطر این 3 کلمه: دقت، اثر بخشی و بهبودی سریع. دقت یعنی چی؟ یعنی لیزر فقط و فقط خود زگیل رو هدف میگیره و به پوست سالم اطرافش کاری نداره.
اثر بخشی یعنی شانس موفقیت درمان و ریشه‌کن شدنش خیلی بالاست. و بهبودی سریع هم یعنی خیلی زودتر از روش‌های دیگه میتونید به زندگی عادی برگردید. روش کار لیزر واقعاً هوشمندانه است. اینجوری تصور کنید که انرژی لیزر مثل یه آهنربای هوشمنده که فقط جذب آب داخل سلولهای زیگیل میشه. این انرژی آب رو توی 1/1000 ثانیه به نقطه جوش میرسونه و در نتیجه کل بافت زیگیل و ویروس داخلش رو به معنای واقعی کلمه بخار میکنه. بهترین قسمتش هم اینه که این کار انقدر دقیق و سریعه که به بافتای سالم اطراف اصلاً آسیبی نمیزنه. و این نمودار همه چیز رو به وضوح نشون میده. ببینید، مزیت اصلی لیزر اینجاست. ستون اول رو نگاه کنید. نرخ بازگشت یا عود زگیل بعد از درمان با لیزر خیلی پایین‌تر از روش‌های قدیمی مثل فریز کردن یا همون کریوتراپی و حتی جراحی سنتیه. این یعنی چی؟ یعنی درمان خیلی قطعی‌تره و احتمال اینکه دوباره درگیرش بشید خیلی کمتره. خب درمان یه بخش ماجراست. بخش مهمتر پیشگیری و حفظ سلامتی در آینده است. بریم سراغ بخش پنجم. ببینید، درمان موفق فقط تو اتاق عمل تموم نمیشه. مراقبت‌های بعدش هم دقیقاً به همون اندازه مهمه. این 3 نکته کلیدی رو یادتون باشه. اول، بهداشت، یعنی ناحیه رو همیشه تمیز و خشک نگه دارید. دوم، رژیم غذایی پر از فیبر تا از یبوست و فشار به اون ناحیه جلوگیری بشه. و سوم، استراحت. باید به بدنتون فرصت بدید تا خودش رو کامل ترمیم کنه. و حالا میرسیم به قوی ترین ابزاری که برای پیشگیری داریم. واکسن HPV. واکسن گارداسیل 9 واقعا مثل یه سپر دفاعی فوق‌العاده عمل میکنه. یادتونه راجب تیپ‌های کم خطر مثل 6 و 11 و پرخطر مثل 16 و 18 حرف زدیم؟ خبر خوب اینه که این واکسن همه اینا و چند تا نوع پرخطر دیگر رو پوشش میده و بدن رو در برابرشون ایمن میکنه. و در آخر اینو یادتون باشه که آگاهی اولین و مهمترین قدم برای کنترل سلامتیه. سلامت شما تو دستای خودتونه. امیدوارم این توضیحات کمک کرده باشه تا با دانش بیشتر و استرس کمتر بهترین تصمیم‌ها رو برای خودتون بگیرید.